علیکم دوستان عزیز، امیدوارم خوب هستید. عکسی که در روی اکران دیدین دست یک کودک فلسطینی است. اقبال دایوس نترس، این دست کودک است، دست تروریست نیست. او در دستش سلاح نداره، در دستش یک پاره نان است. اقبال دایوس، صد افسوس. نو شما دایوسا بانو مخالف تاجیک میگین که در غزه یگان کودک را اسرائیل کشتگی نیست. یک مینوته ویدیو هموطنان عزیز در روی اکران. یکی دیگه سوال داشتم، خیلی که نیست که چه سوال داشتم. این همین فردوس که برو من در اسرائیل گپ زد. امیره سوال همه که امو در نه ارمی اسرائیل خدمت من سوال که خودت گپ زد. برای که میدونم دا من بعضی اسلوبای یعنی که امنیتی میدونن بعد که او را به حقارت میکنن بعد میگردن دا این میگردن برای خاطر باید اول بفهمیم. سوال همه که بله. سوال همه که در ارمی اسرائیل خدمت کرد چند مسلمان فلسطینی را مقصد کشتن؟ یگان مسلمان فلسطینی را کشتگی نیستن. فلسطینی کشتگی نیستن. میرا بفهمید. فردوس پنج شب زنه منم باشم میرم در ارتش اسرائیل خدمت میکنم. یگان پرابلم ندارم. میگم که همین یهودا اگر کار کنن بگن که ما کار میکنیم والله قسم قطعا یهودیو من آماده‌ام برای همکاری کردن تو و سفارات بزرگترین در تاجیکستان سفارت اسرائیل آماده هم برای دادن. چه فهمیدی؟ اقبال دایوس با دقت گوش کن. با گفته آن در 10 روز آخر دست کم 322 کودک کشته شده است و 609 کودک دیگر زخمی شده است بر اثر حمله نوی اسرائیل. عکس در روی اکران. اقبال دایوس. اسرائیل شماره کشته شدگان 70,000 مردم فلسطین را رسما قبول کرد. اقبال دایوس. و به گفته اسرائیل 25,000 تروریست را نابود کرده است. نه هموطنان عزیز که یک ژورنالیست که حقیقت گپ میزنم تا 10,000 کودکای نابالغ ای 5 ساله تا 11 ساله را ایمینا کودکای نابالغ غزه، لیبیا، عراق، سوریه را پلیتیکای یوروپا ایمینا ترامپی پدافیل پرزیدنتی سشا یکم جورا میگیره. ای پدافیلی عکسا در روی اکران. ایورا بانو مخالف تاجیک نمیگه. اقبال دایوس چی گفته بودی ترامپ؟ قطعی دومودی کسیفت پرزیدنت جهان. عکسا در روی اکران. گروه بسیار اکستریمیست کمیتر دمه نیست که ایسا قفایو من گفتن نمیتون برای که من مرد هستم. مرد هموطنان عزیز بخونه چی می نیستم. ای دایوسا من پلیتیکو را دستگیری میکنم. پرزیدنت رئیس فدراسیون، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، پلیتیکوی ایران، من پدافیلو را دستگیری نمیکنم. بانو مخالف تاجیک شما دستگیری میکنید. شما اگر شما تروس نباشین میبرین گپ میزنین. ایمینا برای همین عکسا. نو فویشه هیچ وقت گپ دادن نمیتونه. هم خیلی است مردم شریف تاجیکستان. پلیتیکای یوروپا ایمینا ترامپ تو دکوی ای 5 ساله تو 11 ساله. ما فکر میکردم که فقط با نام داملای تاجیکستان پروبا میزنن زینا میکنن. یکی با پلیتیکای اروپا پلیتیکای سشانی میتونی سه کار کرده. با فکرم سویدیکوش پرداجنیای داملای تاجیکستان است. با فکر ما یک جان تشکر.